ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آیات قبلی موضوع انفاق فی سبیل الله شروع بود. الله تبارک و تعالی جانبهای ایجابی و سلبیش بیان کرد که هر کسی انفاق در راه الله میکنه مراتب انفاق برای ما توضیح داد که یکی انفاق در راه دعوت و دین و جهاد است، او اجرش یا ثواب از او خیلی زیاد است. از او خاطر الله تمثیلی از او را بیان کرد که مثل یک دانه است که بکاری و از او هفت خوشه پیدا شود، هر خوشه دارای 100 دانه باشد، بلکه از این که هم بالا میره ثواب چیست اجری پرشخص، به خاطر که برای خدمت دین برای دعوت دین انفاق کرده. دو مطلق انفاق بود در کار خیر، خب به شرطی که من و ازاد پشت سر نداشت. سوم انفاقای بود که نعوذ بالله یا ریا میکرد یا من و ازاد پشت سرش بود. الله حالات از وارا بیان کرد. بعد از او بیان از این کرد که هرگاه انفاق میکنه کدام هدف و مقصدی که شما دارید این ضرور نیست که او هدف برآورده شود. چرا منظور شما انفاق برای رضای الله است. شما هدف خود حاصل میکنی که طلب رضامندی الله است و هدف خارجی یا ظاهری که در مرتب نمیشه این برای شما کدام نقصانی نداره. چرا الله اجر شما را پورا میده. از همون خاطر است که خیر دهنده صدقه کننده همیشه کدام مقصد و هدفی که داره در دل که طلب رضامندی است، این اول مقصد است، این همیشه حاصل میشه به شرطی که شرایطش پورا باشه. اما در بیرون چی چیز مرتب میشه سر این انفاق؟ آیا فایده ظاهریش موجود میشه یا نمیشه؟ این به الله تبارک و تعالی تعلق داره. کسی را که الله خواسته باشه سر از او اما هدف مهیا میشه، نخواسته باشه نه. بعد از او الله برای ما مؤمن یک کمی دقیق تر کرد. هر جای پولی تا به هر کس دادن نرو، بلکه کسایی را تلاش کن جستجو کن که واقعا دعوتگر باشه و در دین خدمت میکنه. از او خاطر الله تبارک و تعالی علاماتی از او را بیان کرد که مردمانی است که دعوت زندگیشان در دعوت گیر میشه، موقع کار و روزگار برشان پیدا نمیشه، کدام مرجع درآمد دیگری نداره. شما از سیما و علامات معلوم میتونه که مردم مستحق اینمی نفقه است. آلی الله تبارک و تعالی گپ دیگری که خیلی مهم است این را بیان میکنه. مومن بعد موسمی نباشه. مسلمان همیشه مسلمان موسمی و موقتی نیست. مردمای مسلمان ما همیشه موقتی مسلمان است. شب جمعه نان میکشه، اما روزای دیگر اگر به نام الله هر کس طلب داره هیچ کس امور چی نمیکنه، نمیکشه نانه با وصفی که ضرورت در دیگر روزا خیلی زیاد میباشه. یا از همون خاطر این رد است. این آیت الله تبارک و تعالی رد میکنه بالای او خیراتایی که مردم از خود وضع کرده، به نام عرفه، به نام نوروز، به نام چی است 34، به نام 40 سالپورگی، به نام شب جمعه، یا به نام چهارشنبه فلانی ماه، یا به نام امروز روز چی است عاشورا است. اینطور بکن. این اونمو خیراتای است که یا از خود وضع کرده، در دین تذکری از یا نرفته. دین برای ما درس میده که همیشه انفاق باشه، خصوصا در موقع ضرورت. از همون خاطر غیر از زکات فرضی ما انفاق واجبی دیگه هم داریم در منافع عامه، جایی که ضرورت مبرم احساس میشه. مثلا در شرایط فعلی ما بسیار نیاز مبرم به این داریم که مراکز تعلیمی خود بسیار قوی بسازیم، علوم دینی را بسیار بالا ببریم. چرا؟ به خاطر که وطن ما مورد تهاجم فرهنگی واقع شده. از هر طرف نظریه‌های غلط میاد. ما باید این مرکزها را تقویت بدیم و این ضرورت مبرم است. تجار ما، غیر تجار ما، هر کسی که توان داره، از هر نگاه توانی که داره. قرآن از همون خاطر اینجا الله تبارک و تعالی میفرماید مدح همون کسایی را میکنه که شب و روز مصرف میکنه، آشکارا و پنهان. یعنی مؤمن واقعی است، مؤمن موسمی نیست، مؤمن دائمی است. ضرورت احساس میکنه، مصرف میکنه. الله او را بیان میکنه الذين ينفقون اموالهم، او کسانی که خرج میکنن مالای خود باللیل و النهار، در شب و روز، سرا و علانیتا.
هم پوشیده و پنهان و هم آشکارا مصرف میکنه. یعنی نمیبینه که فلان روز بیا باز ما مصرف میکنم. از همون خاطر است که در دین هرگاه تخصیص صدقه بیاید، یا در زمان بیاید، یا در مکان بیاید، یا در طعام بیاید، این کلش در جمله بدعت شمرده میشه، به نزد الله ثواب نداره. ما شما باید این عقیده را داشته باشیم که عبادت و عمل زمان مورد پذیرش الله قرار میگیره که یکی خو فقط به خاطر رضای الله باشه، ریا نداشته باشه. دوم به نقشه پیغمبر علیه السلام باشه. پیغمبر که کدام چیز برات نقشه داده اما قسم تو را مصرف کنی انجام بدی. آلی ما برش چیستا تخصیصا میکنیم. الوای شام زمانه در گوشت و پلو رسیده خود حالی را همو الوا میشه که هیچ کس خوش نداره شه. اولم باز شام میکنه و اولم در شام مرده میکنه. باز مردم عوام میخیزه دو رکات نفل میخونه. ای مسلمان، اگر تو به خاطر الوا 2 رکات نفل میخونی، به الله قسم اگر برابری پری کاس آب داشته باشه. چرا برای الوا خواندی؟ نماز عبادت است، برای الله خوانده میشه. خب مردم اون 2 رکات نفل به خاطر الوا میخونه. ببینید مردم ما چی میکنن؟ افسوس است، ما هم کاری عبادت انجام میدیم، لیکن نعوذ بالله طریقه را، کیفیت را، زمان مکان از خود چی میکنیم؟ خاص میسازیم. میگیریم امو عبادت خود از بین میبریم. مرده کشه و مردم بسیار نان میده. هر کس دلسوزی داره سر خانواده مرده، لیکن این را گرفتن سیالی جور کردن. به خاطر ازی که به خاطر رضای الله کسی نان بده، این را گرفتن قومی، مسئله قومی سیالی جور کردن. سعی کن اما مصرف همون مصرف میشه، اما گرفتن خودشان عمل خود باطل ساختن. چرا؟ این را مسئله قرضه و سیالی جور کردن. اگر آدم خیر توانمند است و همون چیز پیسه انداز میکنه، یک آدم خیلی فقیر و غریب و همون چیز انداز میکنه. ببینید ما خود عبادت میکنیم و خود ما عبادت خود باطل میکنیم. این بسیار نعوذ بالله بدبختی است. انسان باید متوجه گپا باشه. قرآن کریم اینجا برای ما گفت که مؤمن واقعی کسایی که خرج میکنن و در سعی نمیکنه که شب است یا روز است، در سعی نمیکنه موقعش قیامت پنهان، موقعش قیامت آشکارا. البته ما دیروز گفتیم که آشکارا و پنهان برای خود مواقع داره. یک موقع است مردم چی میکنه؟ خدمت دین میکنه، امر نفلی است. خب برای ترغیب مردم تو باید آشکارا بودی که مردم دیگه هم تشویق شود. لیکن یک موقع است که هیچ مسئله تشویق و ترغیب دیگران نیست. اینقدر پوشیده صدقه تبدی که هیچ کس آگاه نشود. فلهم اجرهم عند ربهم، الله میگه به این طور مردم ها اجرشان است، مزدشان است عند ربهم، به نزد پروردگارشان. یعنی مزدی از یا ضایع نمیشه، پیش الله قدر و قیمت داره. ولا خوف علیهم، بهترین عمل انسان رو نگسته که آینده خوف نداشته باشی سرش. عملی اگر خلاف شرع بود سرش خوف داری، میترسی. چرا که عمل به خاطر الله انجام نداده، به نقشه پیغمبر انجام نداده، ترس داری، خوف داری. ولا هم یحزنون، غمگین نمی باشند. چرا؟ عمل موافق شریعت انجام داده، چیزی که مناسب بود را انجام داده. از این خاطر هیچ خوف خطر از این نداره که عمل باطل شود یا ثواب مضاعف شود. این گپ نداره. الذين يأكلون الربا، اسلام دینی است که همیشه موضوع را جوانب ایجابی و سلبیش بیان میکنه تا که موضوع خوب مشخص شود، ماهیتش خوب معلوم شود. تا حالی را مسئله انفاق بود. حالی شما ببینید قرآن اشاره میکنه در جهان 2 قسم مردم است. یک قسم مردم خود محنت میکنه، زحمت میکشه، اما پولی خود سر دیگران مصرف میکنه. تلاش داره بسیار مستحق ترین شخص پیدا کنه که پول سر ازی مصرف بکنه. این نفر بیبی نظری از زیر بیبی، نیت از زیر بیبی، راضی از زیر بیبی، هدف از زیر بیبی. و یک نفر دیگر فقط مراقب است، انتظار از زیر میکنه که کی تو گوش نمیشی که برای تو پول سود بده و بیخی خودی تم بچوشه. در جهان اینطور مردم هم هستند. افسوس است امروز مردم فریب خورده. دنیای غرب وقت مشاهده میکنه میگه خیلی اون مملکت های مترقی است، همونطور مترقی نشده و گرفته سرمایه دیگه مملکت های ضعیفه، خونی دیگه مردم های ضعیفه چوشیده، برای دیگرها خون نمانده. از او خاطر این مردم ها اینی قدر چیسته مترقی شده. دیگه مردم در گشنگی در مردن راجع ساخته. اگر 4 دانه دزد در کابل پیدا شود و کل سرمایه مردم دزدی کنه و اونجا در یک محل و منطقه خوب بیلدینگ های قوی را پرته کلش از طلا باشه، مردم اگر ببینه که چی سیر آدم هست، خدایی سعی نمیکنه کی سیری را از کجا پیدا کردن.
این خود سیر کرده 4 نفر، لیکن مردم کلی کابل گرفته، کلش در مرگ مواجه کرده. در این صورت هیچ وقت هم 4 نفر دوست مدحش نمیشه. دنیای سرمایه‌داری امروزی خود به همین 4 دوست است، جایی که مملکت ضعیف است. امروز افغانستان رو ببینید، اما بزرگترین و بهترین آثار باستانیش همین مردم کاوش میکنه، معدنایش این مردم پرت استخراج میکنه. دولت افغانستان جاگاه نیست. روسیه هم آمد، هیچ چیزی را برای افغانستان نماند. چیزی که سرمایه بود از همین افغانستان کشید شد. امروز هم کار است. در بامیان برید، در بامیان هیچ گپی نیست، ولی برو شار غلغله را مکمل محاصره کرده. کمازا پر میشه، در بگرام خالی میشه. چیست؟ چی را میکشه؟ چی گپ است؟ دنیای دیگه اینقدر خیلی دلسوز نیست که مردمی خدا، اهل خدا، ملت خدا گشنه نگاه کنه، بیا بری تو بیاره، بری تو مصرف بکنه. هیچ وقتی امکان نداره او نمیشه، بلکه و مفاد خدا دید. امروز کل دنیا در زیر کنترل خودش است، نفت اختیار خودش است، نرخ پایه و بالین کردن به دست خودش است. از او خاطر نظام سرمایه داری خودش در طرف سودخوری کش نکنه. امروز این بانک‌ها قرضه میده به مردمایی که خیلی سرمایه قوی داره، سرمایه قوی والا میتونه همین سودا را پرداخته بتونه. کل تجارت ها و کسب و کار در دست چند نفر میشه. مردمای غریبی که کمتر پیسه داره دیگه او توان وارد کردن چیزی را نداره، توان تجارت نداره. از همون خاطر خود به خود ملت عام به سوی فقر چی میشه؟ کشانده میشه. از همون خاطر است دین اسلام دین متوسط اقتصاد است. نه فرد آزاد گذاشته که هر رقم کمایی کنه و نه فرد سرش حجر لگانده، بندش لگانده که تو هیچ کمایی نکن. نه سوسیالیستی را خوش داره اسلام و نه امپریالیستی را، نه نظام چی را بگوی کارگرای به نام کارگر یاد میشه و نه سرمایه داری را. اسلام دینی درمیانه است، نظام دنیا را متوازن و متوسط نگاه میکنه. از همون خاطر یک طرف سرمایه‌دار الله امر میکنه که چیست؟ قلیل عفو، چیزی زاید تا مصرف کرده برو، فقیر باید باقی نمانه، زکات بده، در منافع آمد تو کار پرتو، تو سرمایه را بگذار، در اونجا مردم چی بکو؟ تنمیه کو، مردم مستوایش بلند که از نگاه علم، از نگاه فرهنگ. اما از طرف دیگه راههایی که باطل است مکمل پابندی لگانده شده. حالی برای ما قرآن کریم مسائل سود ذکر میکنه. سود چی است؟ سود باید بدانیم. احادیث پیغمبر علیه السلام که یک دفعه مطالعه کنی بعد از او برای تو معلوم میشه که سود چقدر گناه عظیم است او چقدر سخت است. قرآن خود میگه جنگ با الله و رسولش است. کسی که سود میخوره مبارزه با الله و رسول داره. نعوذ بالله، نعوذ بالله. و کیست که او غالب شود در مقابل کی؟ الله و رسول. ولی افسوس است ملت ما اینقدر کور است، ملای ما میره مداخله میکنه در چینلای سودی که رنگی زیبا برش میده که الله بختی حسابی تان است، که الله چی است؟ بگوی گنجینی تان است، که الله چینلای دیگر که ما در کمپنی شما را عین از سرگاه شریک میسازیم. این معامله شرکت است، نام غلط میکنه، بدل میکنه، اصلا بیخش مکمل قمار است و سود است. نعوذ بالله. قرآن کریم از این هشدار میده. زمانی که نان در سود شد باز گوشتش مستحق عذاب الله است. در حدیث پیغمبر میگه مستحق ترین گوشت به آتش جهنم او گوشتی است که به حرام تغذیه شده باشه. باز دعایت قبول نمیشه. مسلمان ها علی بسیار عبادت ها را میکنن، دست بالا میگیره، لیکن یک دعا منظور مقبول نمیشه. علتش چیست؟ به خاطر که مکمل کمایی یا از طریق سود است، یا قمار است، یا رشوت است، یا با دروغ و چل و ول از مردم پول چیسته گرفتن است. امروز ببینید راه های کمایی پول چقدر زیاد شده، با کدام عنوان مردم میدزدن. مردم شبکه های موبایل ببینید چی طریقه های اختیار نکرده که مردم در بدر کرده. الان سوالا را آسان جور کرده، برات میگه 100 سوال جواب بگو، هیچ نمیگم. چرا؟ انعام برات میبره. 100 سوال شما خبر نداری، این راه دزدیست. هر کس که اون سوالا را سعی میکنه میگه من جواب داده میتونم، حالی که تو جواب داده میتونی خود 4 میلیون 5 میلیون نفر دیگه جواب داده میتونه. او با 2 نفر، با 3 نفر، با 10 نفر، با 100 نفر چی میدن؟ جایزه میدن. خود در مقابل جواب سوال تو 50 نفر میگیره. اگر 6 میلیون نفوس در یک مخابرش چی در شبکه مخابراتی وصل شده، هر کدام سوال بگوید دیگه 6 میلیون در 50 چیست؟ ضرب کو 50 نفر در 6 میلیون
56 میلیونی چند میشه؟ بگو 300 میلیون 300 میلیون روپیه میگیره، خب 1 میلیون روپیه به نام جایزه به مردم میده. این کلش راههای دزدی است. این مسئله تشویق نیست، ترغیب نیست. این یکی از جمله راههای دزدی است که میکنه. مردم ما نمیفهمه بیچاره. مردم ما خونه رای دادن برای ستاره افغان میدن، رقاصا و خواندنیا مسج که در است که ما رای میدیم. تو رای بدی اینجا، باز اونجا رای میدی، در جهنم هم رای میدی. که در چی رای داده بودی؟ در قرآن رای داده بودی؟ در حدیث پیغمبر در کجا رای داده بودی؟ قرآن این موضوع سود بیان میکنه. الذين يأكلون الربا، و کسانانی که میخورن سود، لا یقومون، نمیخیزن، الا کما یقوم، از کجا نمیخیزه؟ دو تفسیر است. مفسرین کرام میفرما یا متعلق دنیاست. چه رقم؟ لا یقومون، یا نمیخیزن، الا کما یقوم الذی، مگر میخیزن به مثل او شخصی که یتخبطه، که خراب ساخته باشه او را، الشیطان، و شیطان جن او را خراب ساخته باشه، من المس، از جهت رسیدن جن بری از او، مثل که مرگی بگیره شه، جنی سر شیشته باشه که گاهی او را میگیره در جوی میپرته، گاهی در چکوری میپرته، گاهی در او میپرته، گاهی دیوانگک خود میپرته. امی سودخور او را کم میشه. واقعا نمطور است. سودخورا خواب ندارن. سودخورا فقط دیوانه است که کدام طرف آلی بر من لقمه پیدا میشه که خیز بزنم او را من دست بگیرم. سودخور همونطور است. بالکل. او وقتی که سود داده، قرض داده، مردم توزیع کرده، باز بیگا خو نمیبرشه، میگه فلانی میگریزه طرف امریکا، او دیگهش میگریزه در روسیه، بس دیگه خو نداره. او یکی یا همیشه جای ضعف پیدا میکنه که او بسیار ضرورت و نیاز داره که خواب چیسته فایده دبل سرش ببانه. اینی را میگه در دنیا سودخوری نمیتور است. او قدرت الله تبارک و تعالی است، او باز آخر هم دیوانه میشه. یا مفسرین میفرما که متعلق آخرت است. وقتی از قبر میخیزه، الله تبارک و تعالی برای گناه ها خصوصیت های مقرر کرده در روز قیامت. کسی غدر کرده چی رقم میشه، کسی نماز نخوانده، کسی حق والدین پوره نکرده، کسی ظلم سر سیاستران یک سیاستری خود کرده، هر کدام یک نشانه خاص الله در روز قیامت برش مقرر کرده. خسودخوره الله همینطور مقرر کرده. وقتی از قبر میخیزه، مخلوق دنیا باید ای را بشناسه. چی رقم میخیزه؟ میخیزه با مثل شخصی که جنی او را با چی کرده؟ درش داخل شده باشه، او را مس کرده باشه، او را هر طرف مندازه، خیسته نمیتونه. کل مخلوقات میشناسه شکی در دنیا چی میکرد؟ سود میخورد، نعوذ بالله. آلی در این آیت بر ما واضح شد که جنی الله تبارک و تعالی برش تصرف داده، در وجود انسان داخل میشه. چرا در حدیث میاد که در راههای رگ هم میره و میاد. خب لیکن پیش در سوره بقره تیر کردیم، هر جنی کار نمیتونه و هر وقتی کار نمیتونه تا که تقدیر الله نرفته باشه. او انسان معرض اینمی قسم جنیات وقتی واقع میشه که از اذکار الله دور شود، از عبادت الله دور شود، از طاعت الله دور شود. اونمو وقت است که اینمی طور جنیات سریازی تسلط پیدا میکنه. همین مردمایی که میگه که ختمان جنیات است، این کلش کسانی است که خبیث هستند، نعوذ بالله پلید هستند، یا از نگاه دین عقیده خراب داره، عبادت های الله را مملو به گندگی کرده. از او خاطر همین جنیات خبیث قطعشان را داره، دیگر رقم نیست. جنیات قطعی طور مردم ها تا بالا میشه. در غیر از او آیت بر ما ثابت کرد. پس کسی که از این مسئله انکار میکنه مثل که از آیت قرآن انکار میکنه. دیگه موضوع بر ما واضح شد که معلوم شد که امی سودخور در روز قیامت یک علامه مشخص داره. پس وقتی که یک انسان مورد رسوایی کل مردم ها واقع میشه و اونجا علامت معلوم میشه که تو فلانیستی، چرا دست به چیسته سود میزنی، چرا از موقع زوفی از او استفاده میکنی. سودخورا همیشه تو توی داری در بچت، آلی هیچ کس پول پیسه برات نمیده، برش میگی که چیسته بگوی که اینی قدر پول برای ما بده، یک ماه بعد یکی بردود، یا اینی قدر زاید برای تو منافع میدم. مسئله گیروی میاد انشاءالله در آیت. باز بعد از اوی ملاهایی که در تلویزیون ها میشینه فتواها داده رایسته و کل کابل مسئله گیرویسته. این را برای تا گفته قرآن عالی برای ما واضح میکنه. او ای هم در این سود داخل است. همین جزایی که اینجا بیان میشه اونجا بیان میشه.
ذلك بانهم قالوا چرا اینطور عذابی رسوا کننده را الله برشان نصیب میکنه. الله میگه بانهم که این مردم ها قالوا گفتن انما البیع مثل الربا، بیع هم مثل سود است. در سود فایده میگیری، در بیع هم سود گرفتن است، یعنی فایده گرفتن است. چه فرقی داره؟ بدبختا بجای از اینکه بگه سود به مثل بیع است، سود اصل قرار دادن بیع را سرش تفریح میکنه، سرش تشبیه میده. میگه چی میگه؟ میگه بیع به مثل سود است. دروغ چی را میگه؟ بدبخت در سود فایده مشخص معلوم است، هیچ کدام احتمال نقصان نداره، هیچ چیز نداره، برخلاف کی؟ بگه بیع. در بیع خوب گاهی وقت تاوان میکنی، گاهی وقت فایده میکنی، گاهی وقت چیستا هر دو طرف فایده میکنه، گاهی وقت یک طرف فایده میکنه دیگه طرف نقصان میکنه. اما در سود یک طرف همیشه در نقصان است، دیگه طرف همیشه در چیست؟ در فایده است. چطور میگی که چیستا بیع به مثل رباست؟ الله تبارک و تعالی جواب حاکمانه میده. بس تو مملوک الله هستی، الله یک چیز برات میگه این انجام بده، این انجام نده، بس تو تابع الله هستی. مسلم مالک واره قرآن میگه وحل الله البیع و حرم الربا. بس ضرورت به فلسفه نیست که ما دلایلش بگوییم که به خاطر از این بیع درست است و سود نادرست است. این هر کس، هر عاقل در کدام میتونه که سود ریشه‌کنی چی است بگویه نعوذ بالله توازن است، مساوات است، این به بار آوردن فقر است، احتیاجات است. این هر کس میدونه. دنیا امروز دانسته، دنیا حالی دوچار همین استراب و پریشانی شده که دنیا طرف سود روان شد، تکیه کرد سرمایه در چند اشخاص، دیگه مردم ها در حالت فقر قرار میگیرن. کاری را کجاست؟ شما میبینید افسوس که رسانه ها مکمل در اختیار همین دنیای کفر است. تبلیغاتی را میکنه علیه اسلام، اما از حلالا و از خیانتای خود هیچ چی نمیکنه. این کاری الله است، این نظام الله است. الله یک چیز حلال میکنه، یک چیز دیگر حرام میسازه. این کاری الله تبارک و تعالی است. چطور شده میتونه که در احکام الله تبارک و تعالی ما تغییر بیاریم؟ چیزی را که الله حلال کرده او را بگویم حرام بگویم یا حلال، و چیزی را که حرام کرده او را حلال بگویم، او را اصل قرار بدیم. فمن جاءه موعظه من ربه، الله میفرماید کسی که آمد برش نصیحت از جانب پروردگارش، آیت تحریم ربا آمد و مفاسد از این را بیان کرد، فانتها خود من قرار داد از سود خوردن، فله ما سلف، برای از این امو سودایی که سابق خورده او برش چیسته است، یعنی الله او را معاف میکنه. چرا؟ سابق حکم الله نبود. انسان مکلف وقتی میشه که امر حکم الله سر انسان بیا، از او پیش که کدام کارایی انجام داده او را الله معاف میکنه. و امره الی الله، امر اینمی معامله سابقش به سوی الله سپرده شده. الله علی میبینه که آدم واقعا نفرت میکنه از سود خوردن، یعنی که باز تمایل داره. اگر کسی نفرت خود اعلان کرد، امر الله تبارک و تعالی را ضروری دانست، آل سابقش معاف میکنه. چرا؟ یادم اگر از اول ابتدا ما اینطور امر الله میبود هیچ وقت سود نمیخورد، خود نبود مکلف، از او خاطر سود خورده الله معاف میکنه. اما یک کسی که نعوذ بالله حکم الله را ناقص میدانه و حکم الله را منافی با منفعت شخصی خود میدانه، در اون صورت همون گناه سابقه هم پس سرش شمار میشه. و من عاد، اگر کسی باز میگرده به سودخوری، فاولئک اصحاب النار، این مردم ها ملازمین آتش است، هم فیها خالدون، یا همیشه در اینمی آتش همیشه هستند. در اینجا مسئله سود الله تبارک و تعالی بیان کرد به این سیستم که چیست؟ یعنی کسی که سود میخوره حتما یا در دنیا یا در آخرت مبتلا به این قسم جزا میشه. برای شما واضح شود که سود آلی چی را میگه؟ دو قسم سود ما داریم، یکی سود نسیه یا تاخیر کردن در قرض میگه، و یکی سود تفاضل است، یعنی زیادتی در یک چیز میدی در عوضش زاید چیز میگیری، به شرطی که جنسش یکی باشه، قدرش یکی باشه، مثل که در حدیث برای ما آمده. از اون خاطر در زمان جاهلیت ربای نسیه یا ربای قرض تاخیری قرض خیلی زیاد رواج بوده. اصل آیت هم به می خاطر آمده بود که وامی کار میکردن، قرض میدادن پول به کسی و بعد از یک ماه میگفتن 1 لک دادم 1,10,000 بده. زمانی که او مردکه 1 ماه بعد امو پول تادیه کردن نمیتونست، باز میگرفت میگه در ماه دیگه باید 20,000 بدی اگر داده نتونست، یعنی که 1,30,000 برام بدی. اگر دیگه ما داده نمیتونست باز 20 تا 40 جور میکرد.
در ماه سوم 50,000 اضافه را این به دست می آورد. هر قدر که تاخیر در تاریخ می آمد امو قدر چیست؟ امو چی پول زاید خود سر اصل پیسه زاید کده می رفت تا ای که او مردکه دیگه چی توان نداشت، زور نداشت که حال ای را بپردازه. از امو خاطر است که کل ملک و جایدادش مکمل امی بود. کسایی که در زمان سوالی سودخوری خیلی سودخوری که امو تربنگی برالا سود است خیلی مردمی کم است که تور بخوره، اما سودخوری هایی که از طریق بانکا و ایگا پاستا ای خیلی زیاد شده. در زمان ثابت پول قرض میداد که توی میکرد، باز وقتی که امو خرمنی خود تمامی محصله و زراعت خود میمالید سودخور در سرش استاد بود که با مجردیه راشه را سرخ میکرد، کل گندم جمع میکرد او به در میبرد شد. امی آدمی که محنت کرده یک سال هیچ چیز باقی نمیماند، باز حالی مجبور بود که پس امی گندم به سود باز بگیره دوباره تا سال آینده را. او این واقعات ما خود هستم در منطقه ما خود مشاهده کرده. سودخورایی بود که شو قافله کاروانی مرکبایش که غلار از منطقه ها پایین میکرد و میبرد شد. امو دیقانایش بیت میخوان شو کمی قافله روان بود در سرک قرصاص پایای مرکبا بود. الحمدلله روزی رسید که بچهش آمد در قریه ما آرد جمع کرد. اینطور حال است. قرآن میگه یمحق الله الربا، اینجا پشتی سر بر ما میاد الله سوده اضافه نمیکنه. مردمان بیچاره خو فکر میکنن که برو ما یک کار میکنیم، این را یاد داشته باشه نه تنها که اصلی سرمایه مکملی طور فقره در فقر و در احتیاجی گرفتار کنه تا که روزت بد شود. از همون خاطر با جدید چیزی منفعتی که جدید برای تو حاصل شده در او بسیار فریب نخوری. این ربای نسیه میگه. افسوس است میرسیم بخیر در مسئله چی؟ گیرو کردن. در اونجا میرسیم که اصل گیروی درست است، جایز است، ضمانت است، اما پولی که از او میگیری در خانه کسی میشین این به کمال در سود داخل است. این در مذهب حنفی مولانا عبدالحی لکنوی صاحب یک رساله نوشته کرده. خو علمای ما واقعا حنفی نیست. این بدبختا که در مسند فتواها نشسته از تلویزیون‌ها و رادیوها به مردم اجازت میده، مردم در سود مبتلا کرده. کسی به نام بی جایزی برش میکشه میرسیم برش. باز بعد از ویره براتون میگم مردم به این سود مبتلا کرده. دوم سود تفاضل است. ما برای یک سیر گندم میدم از تو 2 سیر میگیرم، فرق نمیکنه از من خراب است از تو خوبیش است یا از من خوبیش است از تو خراب است. جنس که یکی باشه این سود میشه، در مطلق زیادت سود میشه. آلی در 6 چیز در حدیث آمده که او 6 چیزه پیغمبر اسلام در حدیث ذکر کرد: طلا، نقره، گندم، بگوی جو، کشمیش، خرما، چیستا نمک. در این مورد آمده که اگر زیادت بود این نارواست. افغانی رسر افغانی خورده تبادله میکنی 110 افغانی میدی 100 لوٹ جدید میگیری، بالکل سود است. چرا؟ به خاطر که افغانی یک جنس است. بله اگر تبادله اسعار ممالک مختلف باشه باز میتونی که او را چی بسازی؟ زیادت دایش باشه. مثلا تو حالی 1000 افغانی میدی چند صد کلدار از 1000 اضافه برد کلدار میده. این درست است به خاطر که جنس مقایل شناخته میشه. او علایده قدر قیمت داره، این علایده داره. این را میگه ربای چی؟ تفاضل، یعنی زیادت یک چیز آوردن. علما در غیر از این 6 چیز در دیگه چیزها اختلاف دارن. هر کس مجتهدین. پیش که ما گفتیم در مسئله تقلید که بعض مسائل اجتهادی است. در مسائل اجتهادی باید ما تقلید عالم مجتهد بکنیم، کسی که در درجه اجتهاد رسیده. آلی او را چی رقم میکنی؟ نظریات کل علما را در پیش روی قرار بده. بعد از اینکه خب اطمینان کامل میشه که یعنی قول در اینجا خیلی ثواب است، از همون پیروی میکنی. این نیست که یک نفر محکم بگی خیر و خلاص، ولو که گپ دیگه کس خیلی حقم باشه او را اعلام بکن. پشتی سر میاد در مسئله کسانی که زایغین است که پشت آیات متشابه میگرده. در اونجا یک مثال باز براتون ان شاء الله بیان میکنیم. به هر ترتیب سودخوری یکی از جمله نظام های نعوذ بالله الحادی و بیدینی است
که دنیا را غیر متوازن میسازه، دنیا را تفاوت طبقاتی را درش پیدا میکنه. او هرگاه تفاوت طبقاتی پیدا شد جنگ در میگیره. از همون خاطر است نه کمونیسم در مقصد انسان رسانده میتونه زندگیش درست و برابر و متوازن میسازه و نه سرمایه داری. از همون خاطر فرق در بین دو طبقه پیدا میشه. وقتی تفاوت در طبقات پیدا شد جنگ لازمی است. جنگ چی است؟ لازمی است. چرا؟ تو اونجا 10 قسم طعام پخته میکنی در بیرون کوچه میندازی او ما امی قدر نان خشک ندارم مکینیم می پیدا میشه حق دو چیستا عداوت و دشمنی ما پیدا میشه علیه تو یک روز در جاغیر دست میپرتم تلاش میکنم به هر عنوان تو را از پای پرتم. کارل مارکس که مقابله در مقابل سرمایه‌داران کرد نتیجه نمیگه پا بود. امروز عالم انتظار داشته باشه آخر باز یک جنگ در بین امی سرمایه‌داران و امی فقرا واقع شده نیست. این یادتان باشه. چرا که این نظام دنیا را مختل ساخته متوازن نساخته. از همون خاطر است که فرانسه دانشمندانش تقاضا کردند که بانک‌های ما به اساس قوانین اسلامی باید عیار شود وگرنه فرانسه رو به چی است؟ رکود است. روز فرا میرسه که ملت یکی با دیگه بچسبه خلاص نتانه. دنیای غرب فعلا دینمی موقع دینمی چیست مسیر روان است و آخرش همی گپا میشه. تنها نظام اسلام است که قوانین وضع کرده راه های باطل خوردن مکمل بند کرده. بازار آزاد که فعلا در افغانستان آمده این ما را در اینطور بلاها بکشانه که پرسان نکن. دیدی خود بلاها کشاندن؟ در بلاها کشاندن چی را میگه؟ تجاری تیل 2 نفر 3 نفر جور میشه. او طرف دست داره با دولت دولت مالیه میپردازه اینی قدر زیاد برات میدم ولی تانکرها را یک دفعه بند کن که من امی تیل خود یکی بر دو بفروشم. این کاراست. بعد از این دولت ها و سرمایه‌داران ما بین خود این توافقات داره و همین کارا را شما مشاهده میکنه. این را بالکل میبینه. هیچ شکی در این نیست. از همون خاطر قرآن کریم این مسائل سود حرام کرد و صریح مردمایی که میگفتن که سود بیع به مثل سود است این او مردما را الله تبارک و تعالی جزایش بیان کرد حکم کرد که الله بیع را حلال کرده. آلی بیع چند قسم است؟ الحمدلله در حدیث پیغمبر علیه السلام مفصل تفصیلی ازی شده. بعد از فقهای ما جزئیات مسائل مکمل بیان کرده. یادتان باشه هیچ مسئله نیست که در قرآن و حدیث نباشه اما مسائل جزئی نه. قوانین کلی امی مسائل ما و شما قانون عمومی و قاعده کلی عمومی ما در کجا ذکر است؟ در قرآن و حدیث ذکر است. بعد از او سرش تفریع میشه سرش مرتب میشه مسائل جزئی. علما خدمتش نویسته که مسائل جزئی را برابر میکنه به قاعده کلی و برات میگه که این مسئله از فلان جای مستنبط شده و در اونجا است. یمحق الله الربا محو میکنه الله سود و یربی الصدقات زیاد میسازه صدقات. آلی اون که صدقه میکردی صدقه اگرچه در ظاهر فنا کردن مالیت است یک چیزی را میدی هیچ عوض نداری ولی الله میگه که نه او را الله اضافه میکنه او اینجا سود الله محو میکنه او بالکل واقعیت است مشاهده است. اگر کسی یقین نداره خود به خود چند سال بعد مشاهده میکنه کسی که کار باری سود میکنه و کسی که انفاق فی سبیل الله میکنه. به اعتبار آخرت خو گپی واضح است. چرا الله صدقات اجر میده و سود خوون اصحاب النار جور میشی اما در دنیا این نشانه و علامه مکمل دیده میشه. والله لا يحب كل كفار نثیم. الله دوست نداره هر کفاره. مراد از کفار در اینجا اینمی چی است؟ حلال دانستنی سود که حلال میدانست نعوذ بالله و یک کاروبار است. افسوس است یک تعداد مردم که فرفتی امین دموکراسی لعنتی شده در غرب زندگی کرده میگه دنیا در کجا رسید یا تعالی را این گپا را در مملکت خود عملی نمیسازه ملاقکان نمیمانه. بدبخت اگر او را اسباب ترقی بگویی حلال بدانی کافر هستی. الله برات کفار میگه اگر توی را حلال میدانی. اثیمون کسی که عمل ربا میکنه این سخت گناهگار است. چرا در مقابل مخلوق الله چیسته قیام کرده. مخلوق الله را نمیخواه که یا زندگی متوازن داشته باشه آرام داشته باشه. این تلاش داره که زندگی مردم مختل بسازه.
ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات، بله کسانی که ایمان دارن. در مقابل از این طایفه های دیگری است، ایمان به الله داره، ایمانی که قرآن بیان میکنه، تشریح میکنه، و عمل الصالحات، به مقتضای ایمان عمل صالح انجام میده. عمل صالح دو شرط داشت، در ذهنتان بیاره. و اقام الصلاه، نماز درست برابر میکنه در اوقاتش، با جماعت، رعایت تمام شرایط، یعنی به نقشه نمازی پیغمبر علیه السلام برابر میکنه. و آتوا الزکات، میدهد زکات را، مال حصه‌ای که الله در مالشان مقرر کرده، بعد از پوره شدن شرایطش او را انجام میده. دیگه این مردم ها لهم اجرهم، برای از یا پاداششان است عند ربهم، به نزد پروردگارشان. ولا خوف علیهم، نیست ترس بالایشان، ولا هم یحزنون، غمگین هم نیستند. چرا؟ یا کاری را انجام داده که به مرضی کیست؟ الله تبارک و تعالی است. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده، دعوای ایمان داره، اتقوا الله، از الله بترسه، مخالفت فرمان الله را نکنه. الله خو فرمان داد که سود حرام است. و ذرو بگذاره ما بقیه، او چیزی که باقی مونده، من الربا، سود، ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن هستی، یعنی تقاضای ایمان است که هیچ نوع سود معاملهش نکنی. چرا؟ تو عقیده داری رزق من حلال از جانب الله نوشته شده، الله مرا استعداد قابلیت داده، راههای تجارت، کسب کار، غریبی و کمال بر ما داده. هر جهتی را که تو انتخاب میکنی، الله برات در اونجا برکت میپرده و برات برابر میکنه. برادرایی که میرن عکس‌ها را، تصویرها را میفروشن، تلویزیون‌ها را میفروشن، سینما را جور میکنن، ولی از ما میره رزق میاد، راه حرام پیش گرفته. الله خو خالق است، مطابق عمل از تولید خود به خود آمده رویسته، اولش میاد. لیکن یک کسی میره کتاب میفروشه، میگه نفقیم شوه و نفی ما به مردم برسه، از این کتاب مردم استفاده بکنه. سعی کنه فرق است بین ازی راه حلال بگی، الله تبارک و تعالی برای رزق حلال میده. بسیار برادران ما برای خود ایرا چی میگیره؟ ایله میگیره که ما والا دیگه کار نمیتونیم، حال اینی کار است. اگر تو عکس تصویر فروشی را میتونی، دیگه یک چیزی حلال فروشی را میتونی. بالکل درست است که تو امیال انتخابی دست کجاست، والا ضرورت است. ضرورت که است؟ ضرورت اونجا ما و شما در مسئله مرداری گفتیم که در حالتی برسی که حالی مرگ سرت آمده نیست، اونجا برات مردار حلال میشه. این حالت استرار نیست، در اختیار خود هستی. دکان سبزی فروشی را میپرتی یا نه که تصویر فروشی را، سینما جور میکنی یا نه که یک مارکت جور میکنی. این خود کاری توست جناب، نگو که من ضرورت دارم. این غلط است، از همون خاطر است اعمال انسانی مورد موازنه قرار داره. قرآن که اونجا پیش ذکر کرد که آمنو و عمل الصالحات، تنها به ایمان نمیشه که کسی دعوای جنت بکنه تا وقتی که عمل صالح رقتش مقارن و پیوست نساخته باشی. عمل صالح بکن، آلی ابی پولیت، ابی کار و روزگارت در معرض در میدان حلال باشه، از حرام کار نگی. چرا؟ به خاطر اگر تو میگی که نه مؤمن خواستم، نه عمل صالح قطعش انجام نمیداد، این ایمان برای تو کفایت نمیکنه. الله میگه که مسائل باقی سوده بگذارید. فإن لم تفعلوا، اگر این کار نکرده، مسائل باقی سوده نگذاشته، فأذنوا، با خبر شوی، بالکل آگاه شوی، بحرب من الله و رسولی، به جنگی که از جانب الله است و رسول الله است. نظام الله تقاضا میکنه سود نباشه. خو امروز مکمل به طرف سود روان است مردم، او مکمل کارهای سود کرده رویسته. ببینید من خو میگم که عجیب است، در تلویزیون در پردهش آیتای قرآن کریمی که به منافع خودی دولت یا چی است او را میاره، خدا یک جای آیت سود نمیاره. اجازه داده میشه به بانکای مختلف. مردم چی بکنن؟ یک بانک اسلامی وجود نداشته باشه که به اساس قوانین اسلام در اونجا کار باشه، یک بانک نباشه، بازم میگه دولت اسلامی است. جو ماده سوم، یک قانون خلاف قانون اسلام در اینجا چی نمیشه؟ خب قانون بانکداری در کجاست؟ در کدام قانون اسلام است؟ خب مردم در سود مبتلا کرده، حالی کس هم نمیفهمه، کس نمیفهمه. ما اون روز گنجینه را براتان گفتم که قمار است، قمار است. حتی در اینجا در سود چطور پیغمبر علیه السلام در مورد سود چی گفته؟ نویسندش، دادنیش، گرفتنیش، بگوید شاهدیش،
چیستا نقل دادنش کلش در جهنم است، نعوذ بالله. کلش او سود امو ادنا چیزی که در حدیث پیغمبر بیان میکنه، میگه قطع مادر خود نعوذ بالله 36 مرتبه زنا میکنه. همین قسم است. مردم میره بانک داره، ملاها رفته بانک داخله کرده، میگه بخت حساب است، بخت حساب گفته، فکر نمیکنه که خود استقسام بالازلام است. میگه بخیر در سوره مائده استقسام بالازلام که نمیره، میگه پشتی سر علما یک کمی متوجه شوید، مردم دیگه مبتلا نکنید. گنجینه را میگه کسی پرسان کرده چی حساب گنجینه که فعلا برآمده، اینقدر مردم داش چیستا فرو رفته غرق شده که پرسان نکن. ملاها گفتن که میگه هیچ پروایی نداره، بدبخت ملا یکی زنگ میزنه اما انتخاب میکنه کردیتش مصرف میشه نه، از کجا انتخاب میکنه؟ خود زنگ در پیش میخوره نه، 5 پیش میخوره نه، شریک شد دی در 5 در با شریک شد، بعد از اون تیکت لاتریستا برش میشه استقسام بالازلام است. ملا یک کمی که فتوا میدادی مفتی جورده شد تا وقتی که دقایق مسائل خوب چی نکردی تحقیق نکردی. بازی مسئله حلال و حرام است، دایی بسیار دقیق باشی که نشوه نعوذ بالله حرام به کسی حلال بسازی. مناسب فتوا داده، تو مناسب در بدر میشی دی فتوای مردم در سود مبتلا میکنی که قرآن میگه که خبردار اگر آرام نمیشینی ترک نمیکنی خبردار به جنگ الله و رسولش خود آماده کنی. کسی خود به جنگ الله آماده کرده میتونه؟ و این تبتم فلکم رؤوس اموالکم، اگر شما توبه کشیده از سودای سابقیتان برای شما رأس مالتان است. زمانی که آیاتای تحریم سود آمد مردم خب از پولی خود از اصل پولی خود خب به مردم داده بود، یا خب پولی زاید سودی را خود گرفته نمیتونست. آیا اصل پولم بسوزه؟ نه. قرآن کریم در اینجا قاعده را بیان میکنه، میگه لا تظلمون ولا تظلمون. اسلام دین مساوات است، وسطیت است. نه لا تظلمون، شما ظلم نکنید سری مردم که از اصل پولیتون زاید پیسه گرفته روستی، داده پول به قرض او میگیری فایده چیست مادی. قرض خو الله تبارک و تعالی میگه کسی که پولی قرض میده به کسی به خاطری که مشکل مسلمان حل شود. حدیث پیغمبر علیه السلام است کسی که یک مشکل از مسلمان دور میکنه الله چیست مشکلات قیامت از دور میکنه. من نفس کربتا چیست عن مؤمن بگه نفس الله کربتا من کرب یوم القیامه، از روز قیامت مشکلاتایش حل میکنه. من کان فی عون اخیه کان الله فی عونه، کسی که در کمک برادر خود است الله در کمکش است. او دیگه در حدیث میاد که کسی قرض میده خاص به خاطر رضا الله، مثل که هر روز قدر مقدار صدقه میکنه خیرات میکنه، همین که ثواب برای داده میشه. ما زندگی در حیوانیت رسیده، امروز همسایه برادر مسلمان ما ضرورت به توی داره، ضرورت به یک امر دیگه داره، مرگ سرش میاد، مشکل سرش میاد، کسی پیدا نمیشه که 1000 فقیر برش چی بده؟ قرض بده تا که منافعش نباشه. همین این انفاق این قرض دادن که قرآن بار بار بیان میکنه، همین احکام کی عملی میشه در ما مسلمانان؟ کی ما سر از این عمل میکنیم و کی ما مساعدت و کمک برای برادر مسلمان خود میتونیم؟ این یک نوع مساعدت است. چرا از این راه دیگری را جور کرده ای؟ میگه نه تا که پولی خود دی میدم چرا در بانک نمیپرتم؟ 1 سال بعد این قدر پول برام میده. او جناب عالی الله برات راه حلال پیدا کرده، مسلمانی سالم پیدا که پول برش بده مضاربت منافعش تقسیم کرده برو که هم پولی چی باشه بجای باشه هم منافعش بگیری. لا تظلمون، شما ظلم نمیکنی سر کسی دیگه به گرفتن پولی زاید از اصل رسول مالتان، ولا تظلمون سر شما ظلم کرده نمیشه که اصل رسول مال یا اصل پیسه تان هم کس نده. و این کان ذو عسرت بیالی، اگر اصلی پولی تو را امون نفر پس فعلا دادن نمیتونه. الله چی میگه؟ و این کان ذو عسرت، اگر صاحب تکلیف باشه او آدم فقیر باشه ناتوان و نادار باشه، فنظرتون انتظار کردن است، مهلت دادن است، الی سر تا که توانایی از پیدا شود. برات میگه بیادرکم فعلا چی نیست. من اون زمین و مس انشاءالله هر وقت که همون بادام خدا فروختم، زردالوی خدا فروختم یا فلان جای کار میکنم، معاشی خدا که گرفتم از پولی تبینم، انتظار برش بکرد، موقع برش بده، ما کم نگی زیچ نگی. قرآن بردی دستور میده این خود در صورتی که او توان نداشت برش مهلت بده،
ولی اگر توی خود تواناستی میتونی امیره، اما آدم بسیار مستحق است، اینمی هم صدقه است که برش امو قرضی تا امو پولی تیلا کنی. از خاطر الله میگه و انت صدقوا خیر لکم، اگر شما صدقه کنی معاف کنی امو پولی که سر ازو داری این بهتر است برای شما، برای شما بهتر است. خب کی این بهتری را کسی میدانه که عالم باشه، کسی میدانه که معلومات داره که در روز قیامت چی چیز به درد انسان میخوره. ان کنتم تعلمون، اگر علم دارید. پیغمبر علیه السلام یک گوسفند آورد توزیع کرد یک دست باقی مانده بود. مادر مومنان میگه چقدر مانده؟ گفت یک دست مانده دیگه کلش خلاص شد. گفت نه کلش باقی مانده، یک دست باقی نماند. اون برای الله داده بود باقی مانده و از بین نرفته. یک دست تمام تو میخوری این از بین رفته. این درس آدم بگیره که چی چیز برای آدم باقی میمونه. مسلمانان جامعه خدا چه قسم سری احکام اسلامی عمل میکنه. امروز کسی پیدا نمیشه 100 روپیه به کسی قرض بده، او بیچاره گرو میکنه خانه خدا، رقم عنوانا ظلم میشه. یا از هر طرف سری خود ظلم کردیم، فقط خدا در جهنم مهیا کردیم. اگر توی میکنی، اگر مرده سرت میشه، اگر کدام تکلیف دیگه سرت میشه، اگر حج میکنی خود به خود ما میگیریم به جهنم تیار آماده میکنیم که باید همینطور بریم. چرا مسلمانان حاجی میایه وقتی که در حج روان میشه 1000 روپیه در جیبش کو که بیا درکم امیر من برای تو قرض میدم، اگر آمدی به خیر باز بدی در یک وقت اگر ندی. چرا که تو شاید کمبود داشته باشی پوله. یا ایستا ای حاجی صاحب تو ولی در حج میری برو یک روزه خوراکی سر من در 200 روپیه، در 300 روپیه، 500 روپیه چیز نمیشه. من امیر بگی که اونجا باز خوراک بکنی. آجی پس میه مردم ساعتای طلایی از پیش توقع دارن. آجی صاحبان بدی دیگه ده مردم این در کدام دین است، کدام کار است که توی کار کرده رایستی؟ عجیب گپ است. آن چیزی که اسلام میگه ما ضد اسلام عمل کرده رایستیم. کدام کار است که ما در ضد اسلام نکردیم؟ در توی، در بگوی، در مرده، در حج، در هر چیز. فقط چیزی که حکم اسلام است رو نادیده میگیریم، برش تسلیم نیستیم. واتقوا یوما ترجعون فیه، بترسید ای از روزی که یعنی از عذاب روزی که ترجعون فیه که شما بازگردانیده میشید در اون روز الله، بسوی الله. در دنیا هیچ موقعی نبود کسی دید تا اگه ندید هر کاری که کردی به دل خود کرده رایی بودی. خب پیش الله میری یا نمیری؟ در دنیا از هر کس خود اپورت کرده میتونی که من کاری خوب کردم یا خراب کردم، برای خود ایله جور کرده میتونی، برای پیش الله میری. الله میگه از اون روز بترس که در پیش الله پیش میشی. ثم توفا، بعد از پورا داده میشه کل نفس، به هر نفس اگر خوب کرده اگر بد کرده ما جزای آن چیزی که کسبت انجام داده در دنیا. خوب انجام داده خراب الله مکمل برات میده. و هم لا یظلمون، امی مردم ها سرشان ظلم کردن نمیشه، یعنی ثوابایشان نقصان نمیشه، در عذابش اضافه نمیشه، مطابق گناهش عذاب و مطابق عملش الله ثواب میده، ثوابش کم نمیکنه. این تقریبا به نزد بعضی مفسرین آخرین آیت قرآن کریم است که نازل شده. و پیغمبر علیه السلام بعد از این بنابر یک روایت 3 روز 2 روز مختلف روایت آمده پیغمبر علیه السلام حیات بوده و بعد از او وفات کرده. قرآن در آخرین مرحله به بندگان خود میگه واتقوا یوما، ای مومن اگر تو عقیده داری از روز بترس، روز همیشه در ذهنت بیار که چی کار کنم چی کار نکنم. کسی که عقیده داره که آخرت آمده نیست و پیش الله پیشوده نیست، دروغ میگه، غیبت میکنه، ظلم میکنه، سود میخوره، قمار میزنه، قطعا نمیکنه. خب با تاسف تا آلی را این عقیده ذهن نشین نشده در مغزای ما اولاد خدا بعد در خوردی نمیتونه عقیده را در ذهنش بشاره. ما مادرها اولاد خود از بو میترسانه، از الله نمیترسانه. او که کلان میشه بیرون میگه از مادر میگه که در دالیز نمیرم که باب است، از باب ترسان نشه، نمیگه که الله میبینه، از الله بترسه. این کار نمیکنه. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم، اسلام دین جامع است، هیچ پهلوی زندگی ما را بی حکم، بی تنظیم، بی ترتیب، بی نظام نمیمونه. در همه امور برای ما قوانین وضع کرده. کدام قوانین؟ که آدم دقیق شود. اینقدر مفید قوانین است که واقعا انسان تسلیم میشه. در معامله قرض وقتی که معامله کسی میکنی چی باید بکنی؟ قرآن کریم برای ما آداب میگه. این آداب چیست؟ خط نوشته کردن، قاضی گرفتن، چیست؟ شاهد گرفتن، چرا که ضرورت پیدا میشه.
مردم چیست رقم است. در این آیت اول خودم عمل نکردیم او نتیجه شدیدیم خودم خود معاملات کردیم خود خط نوشته نکردیم از همون خاطر دست مالی نمیرسه. چطور برش بگویم که بده پیسه مرا؟ ولی قرآن چه اصول زرینه برای ما ده حتی ده زندگی ما چیست تعیین میکنه. برای ما چی میگه؟ یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده. دعوت سر که یا ایها الذین آمنو میگه اشاره میکنه ای که معاملات شرعی هم از مقتضیات ایمان است. هرگاه تو یک معامله را به مقتضای شرع انجام میدی یا تقاضای ایمان است، تکمیل ایمان توسط ازی میشه. اگر یک آدم بیع میکنه خب به شرایط شریعت بیع میکنه، این بالکل ایمان است او این بالکل عمل صالح است. اگر نه خلاف ازو میکنی نعوذ بالله خلاف ایمان میکنی. از او خاطر الله میگه یا ایها الذین آمنو اذا تداینتم، وقتی که شما معامله قرض میکنی، معامله قرض چی رقم؟ جنس میدی به قرض میدی جنس میگیری. جنس میدی به قرضی برالا گپ هر کس میگه از دکان یک پولگوله را گرفته یک ماه بعد 2 ماه بعد 1 سال بعد پولش میدی. یکی است که نه پول میدی جنس قرض است. این را سلام میگه. این در حدیث شرایطش بیان شده که سلام در چی چیز میشه و کی میشه، چی شرایط داره. گندم آلی یک آدم ضرورت به پول داره خودش خوب گندم داره، آلی گندم نرسیده، گندم تاری را درو نشده، چطور بکنه مشکلی خود حل کنه؟ او تو زمین نداری ضرورت به گندم آینده داری، برش میگی برای بیادرم برای من 1 لک روپا بدی او چیسته در مقابل اینی قدر گندم، 1 سر گندمی ما از فلان منطقه فلانی قسم گندم در فلانی تاریخ در فلان منطقه اینی قدر گندم هم بری تو تسلیم میکنم. این عقد سلام میگه و در دین جایز است. ببینید الله تبارک و تعالی ضروریات انسانی را به معاملات مشروع به هر جانبش روا کرده. این تو راه را بند نکرده ای که دست یک انسان بند باقی بمانه. سعی کن اگر قرض نمیدی اینی رقم خوب بده. او جنس داره پول نداره فعلا به پول ضرورت داره، به این سیستم قطعش معامله بکن. این قسم کار بکن. در تداینتم هر دو صورت داخل است. بدینین وقتی که شما معامله قرض میکنید بدینین به یک دین قرض خب الی اجل تا یک تاریخ مقرره مسمن که مشخص و معلوم باشه. از همون خاطر هر معامله دین باید تاریخ چی باشه؟ مشخص باشه. فاکتبوه نوشته کنه او را تحریف کنیش. معامله کردم کتاب سرت فروختم کی پیسیش میدی؟ در اول حمل نوشته که یک خط 2 نفر شاهدان بگی خط نوشته. این خط نوشته کردن چطور است؟ مفسرین بعضی میگه مستحب است، بعضی میگه واجب است. نه تفصیل است دیش. اگر خوفی ازی باشه یعنی اختلاف باشه که اختلاف پیدا میشه فساد پیدا میشه در اون صورت واجب است. مردم هم میبینی که مردم های عقدی نیست، مردم های چی هستن؟ امین نیستن. من مخالفت قطع میکنم. من میگم این قدر هستی باز برام میگه که این قدر بود. من میگم قیمتش این قدر بود او میگه که نه این قدر بود. الا نوشته کن. در این صورت نوشته کردن واجب است. چرا؟ سبا اختلاف پیدا میشه، فساد پیدا میشه، تنازع میاد بین. قرآن چرا هر قدر ذرایع تنازع جنگ دشمنی را الله مسدود ساخته، بند کرده این ذرایع را. چرا؟ به خاطر که در بین مسلمان این وقت فساد پیدا نشود، کشمکش پیدا نشود، حقد و دشمنی پیدا نشود. از همون خاطر معاملات هم کمال قانون گذاری کرد. بله اگر مردمای امین بود اعتماد سرش داشتی باز هم نوشته کردن مستحب است. شده میتونه او آدمی خوب است برادرش او گم بشه برادرش است او برات نمیده بچهش است او خطت خوب معامله نمیکنه. ولی اکتب بینکم آلی چی هدایت برای ما میده در معامله نوشتن چی رقم بکنه، حقدار چی کنه، کاتب چی کنه، شاهد چی کنه، کلش الله به هر کدام هدایاتی مناسب میده. ولی اکتب بینکم کاتبون باید نوشته کنه در بین تا نویسنده کسی که نوشته و تحریر یاد داره بالکل نوشته کنه، ابا نکنه. نگوید آلی مکتب خونده تو برش میگی بیا اینی رو نوشته کن. نه نمیکنم این کار نکنی. قرآن برات میگه نوشته کن. خود چی رقم نوشته کن؟ بالعدل به انصاف، طرفداری را کسی را نکنی که یکیش بچه کاکاست دیگهش آدمی بیگانه است. حالی تاریخ مثلا 5 ماه بعد است تو نوشته میکنی 10 ماه پیسه از 5000 تو رو 50000 جور میکنی. نه به انصاف عدالت. مسلمان در هر معامله فقط مطالب است
از پیش مطالبه شده با چی؟ انصاف عدالت رعایت کو، طرفداری نکن. ولا یأبا کاتب انکار نکنه، کاتب نویسنده یکتب از اینکه نوشته کنه، از نوشته کردن انکار نکنه، نوشته کن. چرا؟ کما علمه الله، مثل که الله برش تعلیم داده. دو مطلب داره. یک مطلب ای تو شکر نعمت الله را بکش، الله برات توفیق تحریر کردن نداده، نوشته نداده. شکرگزاری نعمت الله به این میشه که نوشته کن. یک آدم ضرورت پیدا میشه دیگه امو آیت متوجه میشه انفقو مما رزقناکم، خرج کنه از آن چیزی که براتون روزی دادن. نوشته نه برات روزی دادن، ولی خرج کن موقعش آمد. نوشته یاد داریم یک ترجمه است. دوم نوشته کنه کما علمه الله، امو رقم که الله برش تعلیم داده نوشته نه. چی رقم الله بر ما تعلیم داد؟ عدالت رعایت کنه، انصاف رعایت کنه، طرفداری کسی را نکنه، خط خوب درست واضح نوشته کنه، غلطی نکنه. فلیکتب، باید نوشته کنه، ابا نورزه. خب از طرفی که نوشته کنه اقرارنامه از کی باشه؟ قرآن این را مشخص میکنه. للذی املا، سخن گفتن با کسی دیگه که او نوشته میکنه. از امو خاطر کتاب امالی ابو یوسف رحمت الله علیه که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگفت مسائل او نوشته میکرد، او کتاب به نام امالی یاد میکنه، یعنی املا کرده. این جمع املا را کی بکنه؟ سخن کی بگویه؟ کسی که سرش حق است، مدیون باید بگویه. ولیملل للذی املا کنه، چیستا بگویا الذی، همو کسی که علیه الحق، بالایش حق است. ولیتق الله ربه، باید که از الله تبارک و تعالی که پروردگارش است بترسه، یعنی از الله تبارک و تعالی بترسه. چه رقم؟ وقتی که بیان میکنی در بیان خود تغییر مغییر نبیاری، هیچ نوع نقصان در بیان نکنی. اما چیزی که حق است اعتراف بکو که نویسنده کاتب نوشته کنه. ولا یبخس منه شیئا، از چیزی نوشته شدنی که قابلیتی نوشته نداره حق است، این چیزی را کم نکنی. نه در تاریخش چیزی را کم کو، نه در مقدارش چیزی را کم کو، نه در نوع جنسش چیزی را کم کو. گندمی خوب است او تو میگی خراب نوشته میکنی، سفید است سرخه نوشته میکنی. اینطوری نکنه. همین کسی که سرش حق است مکمل به بیان کنه. آلی معلوم شد که اقرار و تعهد از قرضدار گرفته میشه. آلی بی یک کسی هست سری کسی حق است که او گنگ است، گپ زدن نمیتونه، یا کاتب زبان دیگر را بگه این زبان دیگر، یکی دیگر زبان دیگر نمیفهمه، یا است که کاتب در یک جا است که سری کسی که حق است او ضعیف است رفته نمیتونه در اونجا، سیاست است در مجلس حاضر شده نمیتونه. قرآن کریم در مورد ازیاد چی میگه؟ فإن كان الذي عليه الحق، اگر باشه و کسی که بالایش حق است، سفیها، آدمی بیعقل و قدر گپارا نمیدانه، هوشیار نیست، زیرک نیست، در این موارد معلومات کافی نداره، یک نفر، او ضعیفا یا ناتوان است در موقع نوشتن آمده نمیتونه، او لا یستطیع یا توان نداره، ایومله که بیان بکنه. چرا؟ گنگ است بیان کردن نمیتونه، خرد است بیان کردن نمیتونه، مجنون است دیوانه است بیان کردن نمیتونه، یا ایومله زبانش قطعی زبان کاتب یکی نیست. فلیملل، هو خودش نمیتونه، فلیملل باید که بیان بکنه، ولیه، ولی یعنی آدم سرپرستش، از گنگه، از چیستا پیر، از خرد، از کسی که ترجمانی میکنه، بالعدل، یا به انصاف باشه، این نوع تغییرات دینمی چیزی حق نبیاره. ببینی قرآن این دستورات برای ما میده. واستشهدوا شهیدین، این خود نوشته بود، شاهد بگیری، شهیدین، دو شاهد، من رجالکم، از مردایتان، فیلم یکون رجلین، اگر نباشد دو مرد، فرجول یک مرد و امرأتان دو زن، ممن از او کسای شاهد بگیرید تردونه که شما خوش داری من الشهداء، از شاهدا. نه، قرآن میگه دو شاهدان بگیری. ادناترین معامله شاهد دوسته، نصاب شاهد دوسته. اول بعد مردا گرفته شد. چرا مردا گرفته شد؟ مردا در محکمه حاضر شده میتونه، مردا از یک منطقه در دیگه منطقه سفر کرده میتونه. نزاع پیدا شد، معامله در کابل بود، او سبا رفت و مردکه کوچ کرد در هرات، اونجا دعوای دایر شد. حالی در اینجا اگر شاهد سیاست باشه چطور میکنی؟ حالی ایره بردن تا اونجا را به محرم، اگر محرم ببری چقدر نقصانی تو شود، ای اولادار باشه چی کنه؟
از امو خاطر است که اسلام هر کسی که در مورد در میدان حضوری زیاد داره امور در معامله شریک جور میکنه. از امو خاطر است که این جای چیستا زنا را نگرفتن در اول مرتبه به این خاطر نیست که زنا شایدش درست نیست، به این خاطر است که این معاملات اکثر در بیرونا صورت میگیره، زنا در اوتر مجالس حضور نداره. بله اگر پیدا نشد دو مرد، باز دو زن در جای یک مرد چی بگی؟ چرا؟ اول اینجا بعضی اعتراض کرده که سایکو زنا اینقدر است که دو زن شهادتش یک نفره بده اینقدر ناقص هستن؟ نه، این گپ در معاملات داره. زنا سر و کار در این معاملات گرفت و خرید و فروش و این گپا زیاد نداره. از همون خاطر توجهش به این گپا بگوی پیدا نمیشه، زیاد نمیباشه، بخلاف مردا. دلیل بالای ازی داره؟ بله، زنا در معاملاتی که تعلق به خود زن داره، مثلا آل عدتش پر شده یا نه، یک زن خودش شاهدی میده که من مریضیم تکمیل شده، عدتم پر شده، شاهدیش قبول است. در مورد یک طفل ما شیر داده، اگر یک زن بخیزه دعوا کنه، خو غلط دعوا نکنه، بگوید که اینی طفله و اینی دختری که شما یکی با دیگه حالی خواستگاری میکنی هر دوی شما شیر داده یا خو خور برادری رضایی شده، نکاح نمیتونه، بالکل شاهدیش چیسته، بگوید پذیرفته میشه و او دختر و بچه با هم نکاح کرده نمیتونه. چرا این مواقع است که سیاسر سرش آغشته است، سر و کار داره، از همون خاطر یک سیاسر شاهدیش پذیرفته میشه، در اون معاملات به خاطر پذیرفته نمیشه که یا قطعی از او سر و کار نداره، که نداره از یادشان میره. قرآن براتان میگه انت دل احداهما، دو سیاسر به خاطر بگیری که اگر فراموش کنه احداهما یکی از یا، مراد است ادلال اینجا این معنی نیست که بیخی فراموش کنه، بعضی جزئیات بعضی کیفیاتش فراموش کنه. فتذکر احداهما الاخرى، که در یاد بده یک سیاسر به دیگه سیاسر در یاد بده که ما تو در مجلس بودیم اینطور گپ شد، آلی اردوی شاهدی را تیر کنه. چرا؟ سیاسر خود خطی تربیه اولاد، خطی کاری خانه، خطی از این سر و کار داره، توجهش همین طرف است، امور بیرونی را زود فراموش میکنه. از همون خاطر اینجا دو سیاسر قائم مقامی چی کرده؟ بگو یک مرد کرده. مال برادر مسلمان مثل مال دوسته، مثل که تو در مال خود احیا زنده میکنی که تلف نشوه، به جا ضایع نشوه، یک برادر مسلمان تا مالش باید ضایع نشوه. افسوس به حال او مردمایی که سر مال مردم شکم انداخته او کل عمر خود به نعوذ بالله زورگویی و زورگیری خود تیر میکنه، نان و نفقه اولادای خود از زمینجا کمایی کرده رویسته. قماندان و قماندان بازی زیاد شد، دنیا منطقه ها فروخته میشه، خانه از یکی جناب ششتا فروخته رویسته. افسوس نیسته؟ دین اسلام برای تو میگه دینی موقعی که ضرورت به شهادت میشه او یک مسلمان تو را میگه یک قطمه شاهد شو انکار نکنی. قرآن برات میگه ولا یأبی شهدا، و شهدا انکار نکنه اذا ما دعوا، در آن وقتی که دعوت برشان داده میشه که بیا شاهد جور شو. بله در ادای شهادت خود سرت فرض است که شاهد بودی، دیگه وقت ضرورت به ادای شهادت پیدا شد سر تو فرض است که شاهدی بدی تا که عذر شرعی نداشته باشی، احیای حقوق اسلام بکنی، حق یک برادر مسلمان به هیچ عنوان باید تلف نشود. این را میگه مسلمانی، این را میگه نظام اسلام. همینطور دین، اگر ما به همین تعلیمات و هدایات دین حرکت بکنیم، شما بگویید جنجال است؟ قطعا نیست. فضای صمیمیت، برادری، هیچ یک دیگه همین دنیا برای ما جنت میگرده. افسوس است که ما از تعلیمات و هدایت اسلام دور زندگی کردیم، دور زندگی کردیم. فقط گفتیم که مسلمان هستیم تذکیره‌ای، میراثی مسلمان هستیم، پدر و مادری ما. پنجابی ها ما شاید یک روز همینطور بگیم که به خاطر مسلمان هستیم که همون میگه کوزه بابایم که وجودش میکرد در خانه ماست، از این خاطر مسلمان هستیم. آلی هم شاید همینطور بگیم، یک وقت شاید بگیم مسلمان به خاطر هستیم که تسبیح بابای مانده که او از چی استخوان جور کرده یا سندرست است، ناز به تسبیح میکنه، اونو را بگیم. همون رقم حالت میرسه که ما به قرآن و حدیث پیغمبر رجوع نکردیم، اونم حالت است. همون طور حالت پس سری ما آمده رویسته. ولی قرآن چه هدایت بر ما میده؟ ولا تسأموا ان تكتبوه صغیرا او کبیرا. قرآن دیگه گپ برات میگه هیچ وقت معامله قرض خرد باشه کلان باشه
این عادی ندان که برای خورد گپ از پروا نداره. سبا جنگ میخیزد، نزایت میخیزد، منجر به زدن و کندن میشه، زدن و کندن قارید میه، کلاشینکوف میکشی، غرس نفرک میکشی، قوم به قوم میشه، جنگا میشه. از امو خاطر است هر شری بزرگ از کدام جا سرایت کرده؟ از شری خورد. آتش از آتش یک چرغه کشم عادی ندان، جهان می سوزانه. جلوگیری از این طور مسائل باید بکنیم. اسلامی طور هدایت بگی تو میده، ولی ما خبر داریم. قرآن میگه نکو ولا تسأمو، خسته نشوی، ان تکتبوه، از اینکه شما نوشته کنی، صغیرا خرد باشه می قرض، و کبیرا یا بزرگ باشه، الی اجلی تا تاریخیشه خامخا نوشته کن. ذالکم اقسط عند الله، این می معامله اینجا اشاره به مجموعه امی هدایات قبلی است. امی هدایاتی که در معامله قرض الله بر ما داده، نوشته کردن کاتب، املا کردن حقدار، کسی که سرش حق است، انصاف کردن در این معامله، این شاهد گرفتن، کلی از یارا شامل میشه. الله چی میگه؟ اقسط خیلی به انصاف است، فایده‌مند است. اقسط عند الله، خیلی به انصاف است، عند الله، بنزد الله تبارک و تعالی. چرا؟ برای از اینکه دفع ظلم میشه، اختلاف پیدا نمیشه، از خاطر پیش الله خیلی امر انصافی است. او که امر انصافی شد، به انصاف رضای الله کسب کمایی میشه. به انصاف چی میشه؟ رضامندی الله کمایی میشه. دیگه یک دیگه موجب ثواب شد. یکی و اقوام للشهادت، خیلی برابر کننده است برای شهادت شاهدین. سبا روز که شاهدا شاهدی میده، در کتاب در خط تمام جزئیات نوشته است. شاهدا میگه بالکل به می جزئیات ما شاهدی میدیم که بله معامله امی رقم بود. حالا اگر نوشته نباشه، یک شاهد میگه چی رقم بود، دیگه شاهد میگه از یادم رفته، گپارا خدا پس میکنن. نه، تو شاهد هستی، ورق نوشته داره، بس شهادت خوب درست میکنه، او فایده دنیوی تان است. و ادنا الله ترتابو، خیلی قریب کننده است الله ترتابو، به که شما شک نکنید. حالی شک دور میکنه، هم از مدیون دور میکنه، هم از داین، هم از شاهدا. از مدیون دور میکنه، مدیون فکر میکنه که همین معامله تا جوزار نبود، تا سرطان نبود، این پیسه 15,000 نبود، 14,000 بود، این پیسه افغانی نبود، کلدار بود. حالی که در خط نوشته شده شک از بین رفت. داین میگه که نه 15 نبود، 16 بود، از سرطان نبود، جوزا بود، کلدار نبود، افغانی بود. نه، خط برات شکیت دور میکنم. شاهدان متردد شده که ما اولی سرطانه گفته بودیم، آخری سرطانه، خط نوشته واضح میکنم، خیلی شکا را دور میکنم. الا ان تکون تجارتا، بله دین اسلام حرج نمیاره، تکلیف سر مخلوق نمیاره. حالی اگر مسئله دست به دست باشد، یک پوبوره را میگیری پیسیش میپرد، اینجا دیگه حالی نه نوشته را شروع نکن که یک ورق بگیریم. بله اگرچه همیون در بعض اوقات مفید است. الا ان تکون، مگر که باشه، تجارتا تجارت، حاضرتا که حاضر است، یعنی غایب نیست، نه پول نه مبیعت، نه او چیزی فروش که میشه او غایب است و نه پول غایب است، هر دوش حاضر است. تو دیرونه ها که شما دایر میکنی، یعنی یکی ده دیگه میدی، بینکم در بین خودیتان. اگر تجارت حاضر باشه و اینطور تجارت باشه که دست میگیره و دست میده، اگر نه که اینطور تجارت باشه که او چیزی منقول نیست، مثل خانه بگوی از زمین اینطوری گپا، در اونجا باز خط نوشته کنی، ولو که دست به دستان باشه. خانه را میگیری پیسیش میدی، خط نوشته کن، سبب چیش پیدا میشه که اینطور گفته که اینجا شیشتی برو. حالی که تو دعوا میکنی که از این خریدن، تو مدر حرکت کرده، در کجا رفته؟ در امریکا رفته. سر کی ثابت میکنی؟ خط نداشته باشی، شاید نداشته باشی، برو دیگه. نه نمبرش داری، نه برادرش بیا خانه را پس از پیشت میگیره. قرآن چه واقعاتی حقیقی را برای ما بیان میکنه، ما پشتش نمیگردیم. فلیس جناح علیکم جناح، نیست بالای شما کدام مضرت، نیست بالای شما کدام گناه، الله تکتبوها، اگر نوشته نکردی. چرا؟ به خاطری که زیاد واقع میشه و دست به دست واقع میشه، پروا نداره نوشته نکن. و اشهدوا اذا تبایعتم، وقتی که معامله خرید و فروش میکنه شما شاهد بگیره، باز هم حکم است. اگر خوف اختلاف و فساد بود واجب است شاهد گرفتن، اگر خوف نبود باز مستحب است.
ولا یضار کاتب. آلی یک موقعی طور میشه بیا تو نوشته کرده بودی خطا، تو اینجا خط ما بیا و برادر کاتب اینجا کار داره، روزگار داره بیچاره، تو این میبری اینجا چاری کار. خب این روزش خود رفته اونجا، این دکانش خود بند میمانه. ضرر به کاتب نرسانی. کاتب بگو چقدر دکان کار میکنی؟ اینی قدر، این پیسه تمام میدم. خود قطعا برو اونجا کتابت بود. کاتب ضرر نرسانی. ولا یضار کاتب، این دو معنا داره. ضرر رسانده نشوه کاتب به کاتب، صیغه مجهول گرفتیم. به کاتب ضرر رسانده نشوه، از کارش بیکار میکنی، چیزم برش نمیدی، بس اینطور کار نکن. دوم معنا صیغه معلوم جور میکنی. ولا یضار، ضرر نرسانه کاتب. اینجا شیشته اونجا نوشته هست دکانداریتان از بین نمیره، کاریتان میتونی، یا اونجا در دکان نشسته هستی ورقه برد آورده برد میگه نوشته کن، نمیتونم نکن، ضرر نرسان به کسی دیگره. اگر تو نوشته نکنی خود ضرر میرسن. یکی ولا شهیدون، ضرر به شهیدان رساندن نشوه، یا خودش شاهدان به کسی دیگه ضرر نرسانه، به خودش ضرر رسانده نشوه. در محکمه میبریشه، محکمه حالی در مزار شده، تبدیلی محکمه شده، از کابل میبریشه، خرچیشه، خوراکیشه، روزاییشه، کرایشه مکمل سنجش کو، پولیشه برش بپرداز، بعد از وقتی خود ببر اونجا شاهدی بده. اینطوری که بیا تو شاهد هستی حالی نانام سری خودش، کرام سری خودش، چند روز از کار میمونه، یا هم سرش خود باشه. ولا شهیدون، ضرر نرسانه شهید به اون مردمایی که حقش تلف میشه، که خود موقع شهادت برش میاثر است، نمیرم قتل، نمیدم شاهدی. و این تفعلوا، بله اگر این کار کردی، کاتب با از کتابت کرد، شاهد از شهادت، یا ایست که مردما گرفت کاتب از اذیت داد یا شهید اذیت داد، الله میگه و این تفعلوا، اگر این کار وایایی که خلاف دستورات الله میکنه، فانه فسوق بکم، این عمل گناه کبیره است برای شما، گناه بزرگ است، فسق است، از حدود الله میبرایی، از فرامین الله میبرایی، این کار نکن. دیدی که التزام حقوق اسلام چقدر زیاد است، که حق مسلمان تلف نشود، حق مالش تلف نشود. شما چی تصور دارید آبرویش؟ چی تصور دارید نفس یک انسان که چقدر قدر و قیمت در پیش الله داره، که تو را حق حرمتش نکنی، در نفسش تعرض نکنی، در دینش تعرض نکنی. چرا مال به نسبت آبرو و نفس و دین خیلی از چیست بگوی دور افتاده است. مردم قدر اعتنا برش نمیکنه. اسلام رعایت حقوق مالی را قدر میکنه، از دیگر خب به طریق اولا. و این تفعلوا فانه فسوق بکم، اگر شما این کار میکنی، این کار انجام میدین، نعوذ بالله، کاتب ضرر به حقدارا میرسانه و شاهد میرسانه، یا حقدارا به کاتب و چیسته شاهد ضرر میرسانه، فانه فسوق بکم، این بیرون شدن از تعلیمات الله است و گناه است بالای شما، گناه کبیره. واتقوا الله، چی چیز انسان وادار به عملی کردن تمام احکام الله میسازه، هیچ چیز دیگری نه بغیر از کی؟ ترس الله. که ترس الله در قلب دامد، بس دیگه کل فرامین الله را در نظر بگیر. و یعلمکم الله، شما را الله تعلیم میده احکام، به خاطر مصلحت شما نزاع پیدا نشود، جور و جنجال پیدا نشود، اختلاف پیدا نشود. تعلیمات الله مکمل مثمر است، مفید است. والله بكل شيء علیم، مصالح دنیوی و اخروی کل بندگان خدا کی میدانه؟ الله میدانه. یک عملتون عادی میدانی، الله میدانه که داخل الامر عادی نمی باشه، بسیار منجر به تکلیفای زیاد میشه. از همون خاطر است که خواستگاری میشه، اول خیشا اینقدر عاجزی و عذرگزاری خود غلام معرفی میکنه به صاحب دختر. یک دفعه که توی کرد در مردش نمیماند دختر، این گپا غلط است، نادرست است. این مصلحت ها را در نظر بگیر. خب ببینیم این خانواده چی رقم خانواده است، شخص چی رقم شخص است، دیانت داره نداره، آینده درست باشه. در اول مرحله وای در جانشون استخوان نمی باشه، همین رقم نمی باشه. خو نه، تو کل جوانب در نظر بگیر. از او خاطر، به خاطر که الله در این مورد این زندگی عمر است، از همون خاطر الله این معامله را بسیار دقیق مسائل ازدواج بخیر بر ما میآید. سوره نساء. برای دریافت سلسله درس های تفسیر قرآن کریم
توسط استاد ابو عبیدالله متوکل رحمه الله با شبکه یوتیوبی مولانا متوکل رحمه الله وارد شوید.